قبل از اینکه بریم سراغ تماشای ویدیو لطفا ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. پس بریم سراغ ویدیو. اطلاعات و بیوگرافی. ویل اسمیت بازیگر، تهیه کننده فیلم و موسیقیدان آمریکایی در تاریخ 25 سپتامبر سال 1968 میلادی یعنی چهارشنبه سوم مهر سال 1347 شمسی در فیلادلفیا متولد شد. او به یکی از مشهورترین و پر افتخارترین نمایندگان هالیوود تبدیل شده است. اسمیت با استعداد بازیگری خود و توانایی در ایفای نقش‌های متنوع در طول دهه‌ها توانسته جایگاه ویژه‌ای در صنعت سینما و تلویزیون کسب کند. ویل اسمیت با دوران کودکی و نوجوانی خود در محیط‌های هنری و موسیقی رشد کرد. او به عنوان ترانه‌سرا آغاز به فعالیت کرد و به تدریج به سمت بازیگری گام برداشت. ویل برای اولین بار در مجموعه تلویزیونی شاهزاده تازه‌بال ایر که از سال 1990 تا 1996 پخش می‌شد، ویل اسمیت نقش ویلیام را بازی کرد. این نقش ویل اسمیت را به یک بازیگر مشهور و محبوب تبدیل کرد و موجب شناخته شدن او در سراسر جهان شد. ویل اسمیت پس از موفقیت‌های تلویزیونی به سینما نیز پا گذاشت و در فیلم‌هایی چون بد بویز و من این بلک و غیره بازی کرد. او نه تنها در نقش‌های اکشن و کمدی موفقیت‌های کسب کرد، بلکه با ایفای نقش‌های دراماتیک نیز تعدادی از جوایز را به دست آورد. ویل اسمیت علاوه بر بازیگری به تهیه کنندگی نیز پرداخته است و در بسیاری از فیلم‌هایی که در آنها نقش ایفا کرده به عنوان تهیه کننده نیز شناخته می‌شود. او همچنین به عنوان یک موسیقیدان نیز فعالیت داشته و تعدادی از آهنگ‌ها و آلبوم‌های موفق را منتشر کرده است. ویل اسمیت با استعداد، انرژی فوق‌العاده و توانایی‌های خود در صنعت سرگرمی توانسته نقش مهمی در پیشبرد هنر و سینما ایفا کند. او نه تنها به عنوان یک بازیگر موفق، بلکه به عنوان یک فردی با تأثیر در جامعه و فرهنگ عمومی شناخته می شود. و اما واقعیت داستان. ویل اسمیت بازیگر معروف و محبوبی که تاکنون با ایفای نقش‌های بزرگ در صحنه و صفحه نمایش به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته، در یک روز عجیب و غریب به صورت ناگهانی با مشکلی مواجه می شود که تمام زندگیش را تغییر می دهد. این مشکل به طور ناگهانی و بی هیچ هشداری ویل را مورد حمله قرار می دهد و باعث می شود که جسم او دچار تغییرات جدیدی شود. بعد از این حمله غم انگیز، ویل برخی از تغییرات غیرقابل باور را در جسم خود مشاهده می کند. جسم او از نور و سایه به شکل جالبی تغییر می کند. بخش‌هایی از بدنش در حالت نورانی درخشان هستند، در حالی که بخش‌های دیگر تاریک و سایه‌دار شدند. این تغییرات عجیب و غریب به او امکاناتی جدید می‌دهد که قبلاً حتی تصور نکرده بود. اولین بار که ویل توانایی‌های جدیدش را تجربه می‌کند، وقتی در پارکی شهری قدم می‌گذارد. به طور ناگهانی سایه‌های بدنش از زمین بلند می‌شوند و در هوا شکل‌های هندسی زیبا و پیچیده‌ای می‌سازند. وقتی که او حرکت می‌کند، سایه‌ها نیز به همراه او جابجا می‌شوند و یک نمایش زنده و جذاب از تاریکی و نور به نمایش می‌گذارند. ویل به تدریج متوجه می‌شود که این تغییرات به او قدرت‌های جدیدی می‌دهند. با استفاده از نور و سایه در بدنش، او می‌تواند شکل و شمایل خود را تغییر داده و به شکل‌ها و اشکال مختلفی درآید. این توانایی به او امکان تبدیل شدن به اشیاء مختلف، نفوذ به مکان‌های دشوار و حتی تلاش برای حل معماهای پیچیده را می‌دهد. داستان ماجراهای ویل اسمیت در این دنیای نور و سایه پر از تخیل، اشاره به اراده و پذیرش تغییرات است. ویل با کشف توانایی‌های جدید خود نشان می‌دهد که حتی در مواجهه با وقایع ناگوار می‌توان با ایجاد تغییرات مثبت و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی خود به دنیایی متفاوت پر از ماجراهای جذاب و تجربیات منحصر به فرد وارد شد. وقتی ویل به تدریج توانایی‌هایش را کشف می‌کند، او به دنبال یک مقصد خاص می‌گردد. یک روز در اعماق جنگل‌های اسرارآمیز این دنیا به یک آثار هنری خیره می‌شود. این آثار از دستان هنرمندی با نام آنیا ساخته شدند و به نظر می‌رسد که از چشم‌های ویل مخفی نمی‌مانند. ویل تصمیم می‌گیرد تا به دنبال آنیا برود و با او ملاقات کند. در این میان او با معماهایی پیچیده و رازهایی عمیق روبرو می‌شود که بدونشان
می‌دهد که تغییرات جسمانیش نه تنها یک اتفاق تصادفی بوده، بلکه بخشی از نقش بزرگتری در سرزمین نور را سایه است. هر تازه‌ترین تجربه ویل در این دنیای تخیلی او را به سمت پیچیدگی‌ها و معماهای جدید می‌کشاند. او با دوستان و شخصیت‌های مختلفی آشنا می‌شود، هر کدام با توانمندی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد. هر تجربه‌ای که ویل تجربه می‌کند، او را به نقطه‌ای نزدیکتر به پاسخ‌هایی می‌رساند که به راز تغییراتش پی می‌برد. با گذشت زمان، ویل از توانایی‌های جدیدش برای کمک به دیگران استفاده می‌کند و با تغییر شکل‌های مختلف به آنها در حل مشکلات کمک می‌کند. او با آیلور، راهنمای بو، به مکان‌های ناشناخته‌ای سفر می‌کند و ماجراجویی‌هایی پر از خطر و هیجان را تجربه می‌کند. همچنین ویل به تدریج در می‌یابد که این دنیای جدید به او امکان ارتباط با دنیای واقعی را می‌دهد. او می‌فهمد که می‌تواند از توانمندی‌های نور و سایه خود برای ارتباط با دیگران استفاده کند و پیام‌ها و تجربیات خود را با دنیای واقعی به اشتراک بگذارد. اما راز واقعی تغییرات ویل چیست؟ چه اتفاقاتی در پیش رو دارد؟ و آیا این دنیای نور و سایه تنها دنیایی تخیلی است و یا دارای ارتباطی عمیق‌تر با دنیای واقعی دارد؟ داستان ادامه دارد. با گذشت زمان، ویل با پیگیری‌هایش به این نتیجه می‌رسد که دنیای نور و سایه اصلاً به تصادف نیازی نداشته، با او بخشی از یک طراحی اسرارآمیز با بزرگتر بوده است. او به مرور رازهایی پیرامون اصل تغییرات ویژه جسمانیش را می‌آشناید. آیا ممکن است دنیای نور و سایه نقطه‌ای از تجربیات و احساسات انسانیش باشد؟ آیا این دنیا نمایانگر جنبه‌های مختلف شخصیت ویل است؟ و آیا توانمندی‌های نور و سایه نمایانگر مواجهه ویل با روش‌های مختلف تغییر و تحول در زندگیش هستند؟ در ادامه ماجرا، ویل با توجه به نقش‌های جدید و توانمندی‌های خود در مقابل چالش‌ها و تهدیدهای جدید قرار می‌گیرد. او با دیگر شخصیت‌های این دنیای جدید همبستگی می‌کند و به مبارزه با قوای تاریکی می‌پردازد که تعادل دنیای نور و سایه را به خطر انداخته‌اند. همه چیز به یک نقطه اوج می‌رسد و ویل متوجه می‌شود که وضعیت جسمانیش تنها قسمت کوچکی از این داستان بزرگتر است. او متوجه می‌شود که تغییرات در جسمش نمایانگر یک سفر داخلی بودند، سفری که به او کمک کرده تا خودش را بیشتر بشناسد و با رازهای پنهان درون خود روبرو شود. اکنون ویل در میان مبارزات، کشف‌ها و تغییرات بزرگتری که دنیای واقعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قرار دارد. او باید تصمیم‌های مهمی را در مورد مسیر آینده‌اش بگیرد، به چالش‌های جدید پاسخ دهد و نهایتاً به پیوستن این دو دنیا، دنیای نور و سایه و دنیای واقعی بپردازد. در این مسیر پر از ماجراجویی، رازها و انکشافات، ویل اسمیت با توانایی‌های نور و سایه‌ایش به سمت روشنایی حقیقت و پیوستگی می‌رود. تا پایان این داستان، هیجانات، احساسات و تحولاتی که ویل تجربه می‌کند، او را به یک شخصیت جدید و قدرتمند تبدیل می‌کند. اما آیا ویل توانایی دارد که مواجهه کند؟ چگونه با تغییرات زندگی و ارتباط بین دو دنیا به میان بیاید؟ پاسخ به این سوالها در زندگی و ماجراهای آینده ویل پنهان است. غیره در ماجراهای جدید ویل، او به دنیایی از تناقضات و پیچیدگی‌ها پی میبرد. با پیشرفت در مسیرش، ویل در میابد که دو دنیا، دنیای نور و سایه و دنیای واقعی، به طرز حیرت انگیزی با یکدیگر ترکیب شدند. این ترکیب به او امکان می‌دهد که تصاویر و رخدادها از دو دنیا را به یکدیگر متصل کند و به طور همزمان در هر دو دنیا حضور داشته باشد. او در میابد که نور و سایه به نمایانگر مواجهه با دو طیف مختلف از زندگی است. نور نمایانگر خوشبختی، تجربیات خوب و روشنایی زندگی است، در حالی که سایه نمایانگر چالش‌ها، تغییرات و تاریکی‌ها میباشد. ویل با این توانایی‌های جدید توانسته است به طور همزمان با دنیای نور و سایه ارتباط برقرار کند و از آنها بهره برداری کند. هر تصمیمی که ویل میگیرد اثری روی هر دو دنیا دارد. او با ترکیب و تعادل بین نور و سایر به دنبال راههایی برای حل مشکلات، پیدا کردن پاسخها و تحقق اهداف خود میگردد. تغییراتی که او در خود و دو دنیا ایجاد میکند نشان دهنده نیروی قهری و اراده قوی ویل است. اما در مسیر پیشرفت،
ویل با تهدیدات و چالش‌هایی مواجه می‌شود که به او نشان می‌دهد مسیر او پر از مخاطرات است. او با توانایی‌های نور و سایه، بازی با زمان و فضا و حتی کشف ابعاد ناشناخته‌ای از دنیا در مقابل تهدیداتی نه تنها از دنیای خودش بلکه از دنیای ترکیبی نور و سایه می‌ایستد. در هر مرحله از داستان ویل به یاد می‌آورد که تغییر از جنبه‌های مختلف زندگی چالش‌ها و امکانات جدیدی را به دنبال دارد. او در مسیرش برخوردهایی با شخصیت‌های متفاوت دارد که به او در کشف خود و معناهای زندگی کمک می‌کنند. و این داستان ادامه دارد با تجربیات جدید، پیشرفت‌ها و عقب نشینی‌ها، خوشبختی و غم و نهایتاً با تلاش ویل برای پیدا کردن تعادل میان دو دنیا و در نهایت پاسخ به سوالات مهمی که تاکنون در دل داستان پنهان بودند. در تاریکی شب، ویل اسمیت در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید تصمیم سختی را بگیرد. ترکیب دو دنیا و قدرت‌های نور و سایه به او امکان می‌دهد که یک مخاطره بزرگ را بپذیرد تا تعادلی متفاوت بین دو دنیا ایجاد کند و خطری ناشناخته را متوقف کند. در مواجهه با تهدیدی مهلک که به وجود آمده، ویل تصمیم می‌گیرد تمام توانمندی‌های خود را به کار گیرد و تلاش کند تا این تهدید را منحرف کند. با استفاده از قدرت ترکیب دو دنیا، او با شجاعت و اراده قوی به مبارزه می‌پردازد. در نهایت، ویل با تسلیم تنها به اراده و ارتباط خود با نور و سایه موفق به ایجاد تعادل و آرامش در دو دنیا می شود. او نقطه ای را پیدا می کند که توانسته است به طور همزمان به دو دنیا ارتباط برقرار کند و با استفاده از توانمندی‌هایش به مسائل و چالش‌ها پاسخ دهد. پایان داستان وقتی ویل با استفاده از نور و سایه تصویری زیبا و پر از امید به دنیای واقعی می‌فرستد که همزمان با آن در دنیای نور و سایه نیز نمایش داده می‌شود، رسیده است. این تصویر نمایانگر ارتباطی نوآورانه و عمیق میان دو دنیا و قدرت اراده انسان است. داستان سرزمین نور و سایه ماجرای تحول ویل اسمیت به پایان میرسد، اما مفهوم اصلی آن همچنان باقی میماند. این داستان نشان میدهد که هر انسان با توانایی‌ها، اراده و پذیرش تغییرات میتواند به سمت تحولات مثبت پیشرفت کند و با کشف جوانب مختلف زندگی خودش و دنیای اطرافش را بهبود دهد. و در این نقطه از داستان ویل اسمیت با نوری روشن و سایه‌های تاریک در دستانش آماده به راهی تازه و ماجرایی نو برای خود می شود، در جستجوی ادامه تجربیات جذاب و رشد شخصی در دنیایی که نور و سایه‌ها هموار تناقضات زندگی را نمایان می کنند. و اما پایان این داستان، مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید و لطفاً اگه با این ویدیو حال کردید از ما حمایت کنید.